امروز در یکی از جماعت‌های کلانترین شهر، جماعت دهاتی سرازم جماعت تنتنوی بخشیده به گسیل نوسکران به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان دایر گردید. در آن معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی اشتراک و سخنرانی نموده از نام رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به اهل جماعت برای اشتراک فعالانه به این معرکه مهم سیاسی عرض سپاس نمود. من از نام مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند به همه پدر و مادرانی که امروز فرزندان خود را به صف قوای مسلح سفربر نمودند مینه‌داری می‌نمایند، زیرا که هر یک شهروند عهده‌دار است که رفته برای خدمت به وطن سهم خود را گذارد. در اینجا جوان پسران که نشستند ما امید داریم که همه با سر بلند و خدمت رفته باز با سر بلند به نزد پدر و مادران میرسند. و همه ما شخصانی که برای سفربر نمودند سهم خود را گذاردند و فعالان جماعت و کارمندان جماعت و رهبر جماعت که باعث زن بودنشان همساله در بین جماعت ها پیشرفت می‌دوشند و این هم باعث افتخار است که زنان برابر مردان کار و فعالیت میکنند. من در اینجا پدر و مادران نشستند، سابقه داران نشستند. من عرض میکنم که همین سابقه داران با یک دعای نیک خود با یک دعای نیک مادرانه خود فرزندان خود را سفربر نمودند و ما باز باور داریم که بعد از سفر آمدن اینها باز برای سهم گذاشتن برای رشد جماعت خود شهر خود سهم خود را میرسانند و همه شمایان تنصیحاتی سربلندی را تمنا دارند. رئیس جماعت دهاتی سرازم دلنواز سلطان و ابراز نمود که جوانان باننگ و ناموس وطن امروز اختیاراً به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر گردیدند. 65 نفر جوانان شجاع وطندوست جماعت دهات سرازم با خواهش خود در مسیر اول به خدمت حربی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان فرستاده می‌شوند. باید قید کرد که در این چهارمینی مهم سیاسی از حیث شاهنامه 12 نفر، یک کسبه 7 نفر، حافظ غلام 5 نفر، عبدالصمد 4 نفر، چوبات 4 نفر، رجبی 4 نفر، نوری زندگی 3 نفر، استاندر 2 نفر، شاهنامه 9 نفر، محمد 2 نفر، شیبالغ 2 نفر، عوضلی 2 نفر، کوکومان 2 نفر، از هوای مهر حوزه چرچه استاندر پایان شاهنامه خود 1 نفر میباشد و پدر مادران و فعالان هوای موضوع شده می‌نمایی خود را بیان می‌نماید. والدین نودعوت شدگان با شکرگزاری از دولت صاحب استقلال و وطن تنج و آباد به فرزندان خویش دعای نیک دادند. باید قید نمود که شخصان سخاوت پیشه جماعت دهات سرازم برای جوانانی که امروز به خدمت مادر وطن میروند دسترخوان عیدانه آرستند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که شعار جوانان باننگ و ناموس پنجکند باستانی که با درک بلند حس وطن دوستی و خویشتن شناسی آماده خدمت هستند یک است. خدمت را از دل و جان میکنیم، جان فدای تاجیکستان میکنیم. من اسرافیل زاده ولیم جان اسماعیل شهروند شهر پنجکند جماعت دهاتی لای شهر دهه آباد پس از ختم دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان از فاکولته حقوق‌شناسی و دانشگاه بین‌المللی کیپر در خارج کشور داخل شده با سر بلند دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم نموده. با درکی بلند احساس وطن دوستی طرز فرزندی وطن را احساس نموده با خواهش اراده خود و خدمت مادر وطن آمده به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدند. خدمت به وطن، خدمت به مادر طرز شهروندی هر یک جوانمرد جمهوری تاجیکستان بوده، طرز فرزندی برای وطن مادر میباشد. من حضور در معاون ارزخور به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدم. دو اکوی من در خدمت حربی شجاعانه خدمت نموده است. من سیمین فرزندی میباشم که به صف قوه‌های مسلح با خواهش خودم با وطن خودم صادقانه خدمت میکنم. من صابر فرامز از دهه یاری جماعت دهات یاری با خواهش خودم به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده
میخوام به سر بلند به نزد پدر و مادر برگردم. من شریف و مضبوط از جماعت دهات یاری با خواهش خود به خدمت جمهوری تاجیکستان میروم و از همه نوجوانان تاجیکستان میخواهم که به خدمت حربی روند و خلق وطن خود خدمت کنم. من مراد اسنادشو ختم کننده دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان. من همچون ختم کرده دانشگاه را به قواهای صف مصالح جمهوری تاجیکستان آمدم و همه شما را به همین قواهای مصالح تاجیکستان دعوت می‌نمایم. ما همچون سرباز در جمهوری تاجیکستان خدمت می‌نماییم. بنده شهابزاده واجبشاه ختم کرده اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میباشم. ما یک قطار جوانان شجاع وطن می‌خواهیم به وطن خود صادقانه خدمت کنیم. از جماعت دهات باغیان 42 نفر در روز 1 اکتبر سال 2025 سفربر گرده ایستاده‌ایم. می‌خواهیم به وطن و ملت خود صادقانه خدمت نماییم و به جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صادقانه خدمت نماییم. من خالزاده فضل‌الدین از جماعت دهه یاری امروز به صف قله‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شده ایستادم. از همه جوانان احترامانه خواهش می‌کنم که مرد و نوار به صف قله‌های جمهوری تاجیکستان آمده خدمت وطن مادر را ادا نمایند. خدمت به وطن شرف است. خدمت کردن به وطن یک قرض جوانمرد می باشد. من جلالزاده شهریار ساکن دهاتی جماعت دهات شینگ می باشم. پس از ختم دانشگاه تصمیم گرفتم که به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم و برای خدمت وطن و مادر سهم شرمنده‌ام را گزارم. تاجیکستان به پیش. من شهرامبگ مرادخور ساکن جماعت دهات شینگ شهر پنجکن خواند کرده دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان امروز با خواهش خود به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان و سفربر شده ادای خدمت می‌نمایم و وعده می‌دهم که برای وطن خدمت می‌کنم. تاجیکستان به پیش. من رحمان جاویدان ساکن شهر پنجکن جماعت دهات ماغیان دهه سال میباشم. من دانشگاه مالیه شهر دوشنبه را ختم کرده به خواهش خود واسه قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شدم و به خواهش خود خدمت می‌نمایم. جوانان جماعت دهات سرازم در روز اولی سفربری جوانان نقشه دعوت را بود کردم. من معاون جماعت دهات یاری حکیم نارینوسا می باشم. امروز از جماعت دهات یاری 28 نفر دعوت شونده به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شده ایستادند. در آینده ما نقشه خود را برای آینده امید دارم که دعوت شوندی ما رفته خدمت وطن مادر را با سری بلند به اتمام رسانیده می آیم و برای آبادی رشد جماعت شهر ولایت و جمهوری خود خدمت می نمایم. در رابطه با تطبیق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلتی مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1998-2007 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی مراسمی با تنتنه گسیل جوانان به خدمت حربی شروع گردید. صبح امروز ساکنان شهر پنجکند از خرد تا بزرگ به کوچه و خیابان مرکزی برآمده برای گسیل نوازگران به صف قواهای مسلح کشور آمادگی می‌دیدند. در نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی با اشتراک معاونان رئیس شهر، مسئولین اداره و مؤسسه‌ها، کارمندان مقامات حفظ حقوق و نوازگران و والدین آنها همایش تنتنوی برگزار گردید. در همایش به همه دعوت شوندگان و والدین آنها برای سری وقت حاضر شدن به کمیسریات حربی و برای اجرای نقشه دعوتی تیرماهی به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس کرده شد. چاره‌بینی با صدا دادن سرود ملی آغاز گردیده بعداً معاون اولین رئیس شهر صبور صابرزاده سخنرانی نموده از نام رئیس شهر همه حاضرین را به این چاره‌بینی خوش آمدید گفته اظهار نمود که خدمت در صف ارتش ملی تاجیکستان دلیل درک عمیق رسالت شهروندی و مهر و محبت گرم و صمیمی جوانان نسبت به وطن مادر می باشد. امیدوار هستیم که جوانان شجاع و دلیر شهر پنجکند دعوت تیرماهی را با سر بلند جنبست نموده برای خدمت صادقانه به وطن رهسپار می گردند.
маврид ба қайд аст ки имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баробари беҳтар гардидани шароити маишии афсарону сарбозон ҳамзамон дар қисмҳои ҳарбии ҳама сохторҳои низомии мамлакат шароити хуби будубош ва адои хизмат фароҳам оварда шудааст. аз ин лиҳоз ҳар ҷавони худогоҳу хештаншинос ва поквиҷдону бо иродаро зарур аст ки вазифаи аввалин дараҷаи хеш хизмат ба ватанро вазифаи шаҳрвандию инсонӣ дониста ин рисолати бузурги ҷавонмардиро бо масъулияти баланд иҷро намояд. барномаи фарҳангӣ омода намудаи бахши фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр хотири ҳозиринро болида гардонид. سخن و معاون یکم رئیس شهر پنجکن محترم صابرزاده صبرجان. مرحمت. سلام علیکم حضور گرامی جوانان دلیر وطن پدر و مادران عزیز حضور گرامی سال جاری معرکه کسیلی تراموی نوازکاران با صف ارچی ملی در تاریخ دویستانی سال ما یک جا با سناوی مبارکی 34 سالگرد سیکلال دولتی ایدی آموزگاران روز زبان دولتی و 31 سالگی قبول کنستیتوسیون جمهوری توجیکستان صورت میگیرد. طور اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری توجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری توجیکستان جناب عالی محترم امالی رحمان تاکید نمودند خدمت در صف قوای مسلح وظیفه هر یک جوان وطندوست و خودآگاه و خویشتنشناسی کشور محبوبمان تاجیکستان است. رئیس ولایت صبح معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری توجیکستان محترم رجب احمدزاده نیز دایر به دستگیری جوانان بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت آنها اینچنین فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی و تعلیم خدمتچیان حربی در قسم‌های نظامی حدود ولایت تدبیرهای ضروری را پیوسته عملی می‌نماید. امروز با مقصد اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری توجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری توجیکستان از 29 آگوست سال 2025 رقم 1071 درباره به اعطای رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سال تولد 1998-2007 مرحله اولی معرکه تراموی دعوت جوانان آغاز شد. با این مناسبت با صمیمیت بیاندازه از نام مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن از نام
رئیس شهر پنجکن محترم عبدالخالق خالقزاده، شما اولین گروه دعوت شدگان معرکه تراموایی را که با امر دل جهت خدمت نمودن و مادر وطن آماده هستید تبریک و تهنیت گفته برایتان تنی صحت، نیروی توانا و در جاده پازوری مرز و بوم وطن عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال پیروزی و سربلندی را آرزو می‌نمایم. همکاران ارجمند، اقدام جوانمردانه خیلی فرابخش است که سالهای آخر صدها جوانان شهر پنجکن با افتخار بلند وطندوستی و کمیسریت حربی شهر اختیارا مراجعت نموده وظیفه شهروندی خود را سربلندانه اجرا نمایند. با زحمت و تلاش‌های دست جمعانه مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر یک جا با مقامات‌های حفظ حقوق، جماعت‌های دهات، مسئولین کارخانه و تشکیلات‌ها سالهای آخر شهر پنجکن در روز اولی دعوت نقشه را در سطح ولایت سوگ اجرا می‌نمایند. امروزها در قسم‌های نظامی مملکتمان بخصوص شهر پنجکن برای ادا نمودن خدمت نمونوی عسکران شرایط خوب و معیشی تعلیمی مهیا میباشد و برای دیدار رابطه بین والدین و سربازان هیچ مانعی وجود ندارد. این است که جوانان شهر پنجکن هم جواباً به این دستگیری‌ها در مؤسسه تحصیلات عالی و میانه مخصوص کشور تحصیل نموده آنها را با موفقیت ختم میکنند و به امر دل خدمت مادر وطن را به جا میآورند. حاضرین گرامی، سرزمین اجدادیمان را تند و فرزندان ما میتوانند محافظت نمایند، زیرا هر یک وجبی آن این وطن مقدس است و آن را حمایت کردن بالاترین عمل و وظیفه شهروندی وطنداری هر یک جوانمرد است. اطمینان کامل دارم که و تمنا دارم که آن را شما جوانان دلیر جسور وطن در تمام گوشه و کنار وطن عزیزمان صادقانه خدمت کرده برای حمایت مرز و بوم کشور تمام نیرو جسارت متانت و صداقت خویش را به خلق وطن ثابت می‌نماید. در انتهای سخن از نام مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن شخصا از نام رئیس شهر محترم عبدالخالق خالقزاده و همه پدر و مادرانی که امروز فرزندانشان با امر دل به خدمت مادر وطن کمر همت بستند منتداری صمیمانه خود را بیان می‌دارم و به جوانان غیر و دلیر راه سفید و خدمت صادقانه تمنا می‌کنم. برای توجهتان تشکر. پیروز و سربلند باشید. سخن به ساکین شهر پنجکن نواسکر کریمبردیزاده شمعون. سربیت سرود و داستانم وطن است، سرنامه عشق جاودانم وطن است. چون سوره و آیت است نامش به زبان، تا هست زبان ورد زبانم وطن است. سلام و درود حاضرین گرامی، افسران و سربازان، سابقه داران و نواسکران و پدران و مادران، من کریمبردیزاده شمعون شهرت ساکن جماعت دهات لایق شیرعلی بعد از ختم دانشگاه ملی تاجیکستان و کافدره حربی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان تصمیم گرفتم با خواهش خودم به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم. با وجود آنکه برادرم عین حال در صف قوه‌های مسلح خدمت نموده ایستاده است، من به تمام جوانان کشور علل خصوص جوانان شهر باستانی و تاریخی پنجکن اظهار می نمایم که به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردند، زیرا اساس این همه آبادی، اساس صلح و آسایشتگی را خدمت حربی و نظام حربی تشکیل می دهد و جوانان زیرک و هوشیار اساس آن را به حساب می رود. با 4 مصرع شادروان استاد لایق شیرعلی می خواهم خاتمه بخشم که تمام تعریف وطنداری آغاز و سرانجام وطن را در بر می گیرد.
آغاز من ز مادر و انجام من ز توست. آغاز من ز مادر و انجام من ز توست. نام و نشان و شهرت و پیغام من ز توست. اینک منی دفاع تو ای مادر وطن. اینک من و دفاع تو ای مادر ای وطن. من در پناه تو در پناه من. تشکر زیاد برای توجهتان. سخن به ساکن شهر پنجکن نواسکر عالمجان اسماعیل. مرحمت. سلام و درود بی پایان بهر یک و یک شما حاضرین محترم. من اسرافیل زاده عالمجان اسماعیل، ساکن جماعت دهات لایق شیرعلی دهه نوآباد، ختم کننده دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان فاکولته حقوق شناسی و ختم کننده دانشگاه بین المللی کیپر فاکولته حقوق بین المللی می باشم. بنده در طول 6 سال تحصیل تصمیم گرفتم که بعد از 6 سال تحصیل به خدمت مادر و وطن مشغول شده قرض فرزنده خود را ادا نمایم. خدمت مادر وطن قرض فرزندی هر یک جوان مرد تاجیک می باشد. همان طوری که جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت فرمودند خدمت مادر وطن قرض مقدس هر یک جوان تاجیکستانی می باشد. تشکر. سخن نوبتی به مادر نواسکر برهانова گلنازه. من برهانова گلنازه، مادر رحمت الله سنت الله زاده دهه ساری جماعت دهات ماغیان هستم. من پسر خود را که امروز با امر دل با خدمت وطن می رود و افتخار به صف ارتش ملی گسیل می کنم. دو پسرم عین حال در خدمت و اینک سیوم پسرم با امر دل خدمت رفته ایستاده است. خدمت کردن به وطن شرف است، زیرا ما با این عمل خود صداقت و محبتمان را به وطن و برز و مرز و بوم و به پیشوای معظم ملت اثبات می نماییم. از پدر و مادران خواهش می کنم که فرزندانتان را در روحیه وطن دوستی تربیه نموده با سر بلند به خدمت مادر وطن گسیل نمایید، زیرا حمایه مرز و بوم وطن قرض شهروندی هر یک ساکن کشور می باشد. ما مادران دعای سفید می دهیم که فرزندان ما با دولت با سر بلند به خدمت مادر وطن رفته باز صحت سلامت برگردند. تشکر. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن سپاسنامه با سلطان و دلنواز رئیس جماعت دهات سرز برای سهم ارزنده در تامین اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 29 آگوست سال 2025 تحت رقم 1071 درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1998 2007 با مناسبت مراسم گسیل تیرماهی نواسکران در سال 2025 به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شد. رئیس شهر عبدالخالق خالق زاده. با چنین مضمون سپاسنامه به حبیب زاده علی مردان رئیس جماعت دهات شین. همچنین سپاسنامه به باتیرف غفور جان رئیس جماعت دهات خرمی. سپاسنامه نوبتی به احمد شوکت رئیس جماعت دهات خلیفه حسن. سپاسنامه نوبتی به بردیر شهرت پدر نواسکر.
سپاسنامه به نعمانова لعبت مادر نوسکر. سپاسنامه نوبتی به تاشتمیرов ارگشبای پدر نوسکر. سپاسنامه نوبتی به بردیقولova دلبر مادر نوسکر. حالا دعوتشوندگانی که از جانب رئیس شهر پنجکن با شهادتنامه رانندگی سرفراز گردانده می شوند. شهادتنامه رانندگی به عثمانزاده سید احمد نماینده از جماعت دهاتی اماندره. اینچنین شهادتنامه رانندگی به روزیزاده شهزاد نماینده از جماعت دهاتی یاری. شهادتنامه رانندگی نوبتی به داوودزاده رحمت الله نماینده از جماعت دهاتی وارو. اینچنین شهادتنامه به حسین سوربان از جماعت دهاتی رودکی. همچنین به کریم بردیزاده شمعون از جماعت دهاتی لایق شیرالی. شهادتنامه نوبتی به رسولزاده محمد علی نماینده از جماعت دهاتی کوستراش. اینچنین به ترسونوف اصلیدین از جماعت دهاتی سوجینه. شهادتنامه رانندگی به اولیموف احسان از جماعت دهاتی ماهیان. شهادتنامه رانندگی به بابا رجب زاده زرمز نوسکر از جماعت دهاتی شینگ. همچنین به فضیل زاده امام از جماعت دهاتی فراب. شهادتنامه نوبتی به شرف غفور جان نماینده از جماعت دهاتی خلیفه حسن. اینچنین به سویرف شاهنور از جماعت دهاتی سرس. سویرف شاهنور از جماعت دهاتی سرس. همچنین به ترسونوف مبین جان نماینده از جماعت دهاتی خرمی. شهادتنامه نوبتی به عثمانوف دمیر نماینده از محله های شهر پنجکن. باقی مانده شهادتنامه های رانندگی و در سفربر شدن دعوت شدگان به والدانشان سپاریده می شود. بخش رسمی مراسم گسیل تیرماهی دعوت شدگان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را با سرود ملی انجام می‌بخشیم.
از مادران عزیز خواهش میکنیم که برای فرزندان خود نان را برای نصیبه گیری پیشنهاد نمایند. مرحمت. منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم ننالم از گرانباری نپرسم از کسی آری نگیرم قامتم را خم وطن دارم نگیرم قامتم را خم وطن دارم ندانم وقتی بمیری بجز مهری وطن داری ندانم وقتی بمیری بجز مهری وطن داری بدردی جانی خود مرهم وطن دارم بدردی جانی خود مرهم وطن دارم نشانی من سردش در زبانی من بابا جلوه در پرچم وطن دارم بابا جلوه در پرچم وطن دارم پای سرسبزی تو کش با مثل ابری افلاکش با چشم سینه دارم وطن دارم منم دارترین آدم وطن دارم صدایم میشنود عالم وطن دارم
همسایه بلا هرگز نکند دختری همسایه وفا همسایه بلا دختری همسایه بلا هرگز نکند دختری همسایه وفا پس میماند نامرد رود یارش به کس میماند نامرد ببین خودش مرد میگیرد یک دست گل به خار و خس میماند نامرد ببین خودش مرد میگیرد یک دست گل به خار و خس میماند چرخک زد و خمک زد و گل سایه ما را هوسی دختری همسایه گرفت همسایه بلا دختری همسایه بلا هرگز نکند دختری همسایه وفا همسایه بلا دختری همسایه بلا هرگز نکند دختری همسایه وفا فیغان آمده‌ام ای به خبران مرا زی گلشن نکنید من هم به تماشای جهان آمده‌ام ای به خبران مرا زی گلشن نکنید من هم به تماشای جهان آمده‌ام چرخک زد و خمک زد و گل سایه گرفت ما را هوسی دختری همسایه گرفت همسایه بلا دختری همسایه بلا هرگز نکند دختری همسایه وفا همسایه بلا دختری همسایه بلا هرگز نکند دختری همسایه وفا مرو کنده نمایی تا کیسی پایی پرسی سراغ گردمه کرده چکن چنگو به داغ گردم
کرده چکن رقص بیکن رقصای تو زیبنده خالصی ها در بری رود لبکاد میخندد بردی دل و جان مرا کردی بنده کرده چکن سنه برو میده 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 کرده چکن سنه برو میده 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 چکن چنگ و بداخت کردم کرده چکن رقص بیکن رقصای تو زیبنده خالصی ها در بری رود لبکاد میخندد بردی دل و جان مرا کردی بنده کرده چکن سنه برو میده 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 رخسار مهی انور لعلی لبا گوهر اومان به نظر آمد ای زلفی گجد انور رخسار مهی انور لعلی لبا گوهر اومان به نظر آمد چشم سیاه خمار ای شهد و شکر گفتار ای شمس و قمر رخسار تابان به نظر آمد ای زلفی گجد انور رخسار مهی انور ای لعلی لبا گوهر اومان به نظر آمد ای زلفی گجد انور رخسار مهی انور ای لعلی لبا گوهر اومان به نظر آمد ای باغی چمن ای گل
سومن باغنده سجاد سنم گیردی سری یارنده سجاد سنم گیردی سری یارنده چشمان سیاه داری تو ما هم داره تو ناز نکن که ما نمیبرداره تو ناز کنی که ما هم دوست دخترکیم تو دسته گل باشی ما هم بهترکیم یار گل سمن گلی سمن باغنده یار گل سمن گلی سمن باغنده سجاد سلام گیردی سری یارنده سجاد سلام گیردی سری یارنده چشمان سیاه داری تو ما هم داره تو ناز نکن که ما نمیبرداره تو ناز کنی که ما هم دوست دخترکیم تو دسته گل باشی ما هم بهترکیم یار گل سمن گلی سمن باغنده یار گل سمن گلی سمن باغنده سجاد سلام گیردی سری یارنده سجاد سلام گیردی سری یارنده یار گل سمن گلی سمن باغنده یار گل سمن گلی سمن باغنده سجاد سلام گیردی سری یارنده سجاد سلام گیردی سری یارنده تاجیکستانی من است این مکانی سبزا ما تاجیکستانی من است افتخاری ملتی من خلای بانی جهان محزنی لالی بدخشان تاجیکستانی من است افتخاری ملتی من خلای بامی جهان محزنی لالی بدخشان تاجیکستانی من است تاجیکستانی من است تاجیکستان بدش تاجیکستان بدش پرچمت پاینده باد تاجیکستان بدش تاجیکستان بدش وحدتت پاینده باد تاجیکستان بدش تاجیکستان بدش پرچمت پاینده باد تاجیکستان بدش تاجیکستان بدش وحدتت پاینده باد سوخت و خطران و حصار و رشت و وحشی گرچکان با زرافشان می زرافشان تاجیکستانی من است آب و خاکش سجدگاهم سنگ راهش تاج سر این همه دنیای سلطان تاجیکستانی من است آب و خاکش سجدگاهم سنگ راهش تاج سر این همه دنیای سلطان تاجیکستانی من است تاجیکستانی من است تاجیکستان بدش تاجیکستان بدش پرچمت پاینده باد تاجیکستان بدش تاجیکستان بدش وحدتت پاینده باد
باتش وحدتت پاینده باد کشوری من را نباشد احتیاجی پاسبان سنگ دیواری کردستان تاجیکستانی من است در تلاشی آب اسد فتنه برپا میکنم موج کانی چشم ساران تاجیکستانی من است در تلاشی آب اسد فتنه برپا میکنم موج کانی چشم ساران تاجیکستانی من است تاجیکستانی من است تاجیکستان باتش تاجیکستان باتش پرچمت پاینده باد تاجیکستان باتش تاجیکستان باتش وحدتت پاینده باد تاجیکستان باتش تاجیکستان باتش پرچمت پاینده باد تاجیکستان باتش تاجیکستان باتش وحدتت پاینده باد پرچمت پاینده باد پیشوا پاینده باد با همین برنامه فرهنگی و فراغتی در گسیل نوسکران به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به پایان رسید. برای اشتراکتان در چاره‌بینی‌های تنتنوی امروزه یک جهان تشکر. سلامت و سربلند باشید.